از طرف همجنسام خیلی هیت دریافت میکنم، اما میخوام این رو بگم که حفظ و نگهداری رابطه وظیفه مرده. ببینید چیزی در مردها وجود داره که در زنها خیلی خیلی کمترش وجود داره و همون چیزیه که به نیاکان ما و اجداد ما قدرت مقابله با شیر و پلنگ و خرس رو هم میداده، به اسم تستوسترون. در مردها تستوسترون خیلی خیلی بیشتر از زنهاست. به همین دلیله که در روابط آقایون بیشتر پیش قدم میشن و پیشنهاد میدن. تستوسترون میگه که این راه بسته است، باشه یه راه دیگه پیدا میکنم. تستوسترون میگه یکی رو دوست دارم، باشه میرم قلبشو به دست میارم. اما متاسفانه امروزه به دلیل مافیاهایی که سازنده فیلم‌های و چیزایی در فضای مجازی هستن باعث میشن که مردها تستوسترونشون اونجا خالی بشه و توی واقعیت نتونن تستوسترون خودشون رو افزایش بدن و به همین دلیله که الان مردها به دنبال اینن که دلشون به دست بیاد و رابطه از طرف اون خانومه حفظ بشه و این با طبیعت در تضاده.